پرامپت دومی که میخوام بهتون بگم بیشتر واسه پارت 3 اسپیکینگ آیلتس. بچه تو پارت 3 اسپیکینگ آیلتس شما باید جواباتون رو دسته‌بندی کنید. یعنی واسه اینکه جواب بلندتر بدید نیاز دارید که 2-3 تا مورد رو مطرح کنید و سعی کنید که اینا رو به صورت دسته‌بندی شده بگید. ببینید یه سوال ساده من ازتون میپرسم، میگه Why do some people prefer to study abroad؟ چرا بعضی آدم‌ها ترجیح میدن که خارج از کشورشون درس بخونن؟ خب ببینید شما میتونید شروع کنید حرف زدن، از این ور بپرید اون ور، از این شاخه به اون شاخه، از این خرمن به اون خرمن، ولی واقعیتش اینه که تا وقتی دسته‌بندی نکنید جواباتون رو، اگزامینر سخت متوجه میشه شما چی دارید میگید. لذا همون اول رک بگید که به خاطر چند تا دلیل، several reasons, because of several reasons، یه مقدمه کوتاه بگید و بعد شروع کنید بگید first in، second in و finally in. به خاطر این دلایل من نظرم میده. الان مثلا دلیل اول واسه این که آدما میرن خارج درس میخونن a better educational system، یک سیستم آموزشی با کیفیت تر. دومیش خیلی واسه زبان یاد گرفتن میرن خارج درس میخونن، حالا اونایی که شرایطش رو دارن میرن خارج و تحصیل میکنن، خب بعد از این مدت زبانشون خیلی تقویت میشه. و سومی هم میتونه کریر opportunities باشه، هم opportunities درسته هم opportunities، جفت تلفظ درسته، هم چیه هم ته. و این هم دلیل آخریه که میتونید داشته باشید. هوش مصنوعی رو میخوام یه کاری بکنیم که یه سوال از هم بپرسه و دلایل رو به صورت عبارت و کوتاه بهمون بده و ما فقط سعی کنیم این دلایل رو اکسپند کنیم، دیولپ کنیم، گسترش بدیم تا اینکه جواب جوندار از توش در بیاریم. بعد از اینکه جوابمون رو آماده کردیم شروع میکنیم جواب میدیم به هوش مصنوعی و هوش مصنوعی شروع میکنه برای ما به قول معروف فیدبک میده و به اون میگه جوابم از نظر آیلتس حالا تو چه مرحله و کیفیتی هست. خب متن پرامپت، این متنی که الان واسهتون میخونم میگه Please give me one IELTS speaking part 3 question about، حالا تاپیکتون رو اینجا مینویسید. مثلا تاپیکتون ممکنه بر فرض مثال education باشه، بگید education. بر فرض مثال در رابطه با نمیدونم scheduling باشه، planning باشه، حالا هر چیزی که هست بهش بگید بده. تاپیک های پارت 3 دیگه، پارت 1